با عرض سلام و شب بخیر خدمت تمامی شما بینندگان بسیار خوب برنامه 90 با برنامه 90 خدمتتون هستیم. حتما که هفته‌ای که گذشت اصلا هفته جنجال برانگیز بود کلا. خیلی گفتن که اینجوری شده اینجوری خیلی مسائلی که به هر حال در برنامه 90 امشب به اون پرداخته میشه. اما هفته‌ای که گذشت دو تیم پرسپولیس و فجر سپاسی برگزار شد. پرسپولیس تقریبا میشه گفت که 2 هفته بود که خب نتیجه نمیگیره. فجرش و فجر سپاسی رو در ورزشگاه آزادی 5-2 شکست داد. همکاران چیکاری از بازی دو تیم پرسپولیس و فجر رو به گزارش بسیار خوب همکارم جواد خیامانی آماده کردن. به اضافه صحبتایی که علی پروین سماعی تیم پرسپولیس و قربان پیرامانی سماعی تیم فجر داشتن. به عنوان قسمت اول برنامه این بازی رو ببینیم، باز برمیگردیم در خدمت خواهیم. عجب توپی رو از دست داد جواد کاظمیان. در برگشت کریم باقری عوض میکنه. پژمان جمشیدی یه نفر قشنگ جا میذاره، پژمان روی دروازه، رضا جباری اینم گل پنجا برای پرسپولیس. به همین راحتی گل میزنن. 5-2 پرسپولیس 5 فجر سپاسی 2. در خدمت جنابی قربان پیروانی هستیم، سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز. آقای پیروانی خسته نباشید، نظرتون راجع به بازی امروز چی است؟ والا بچهای ما خوب فوتبال کردن، دستشون در نکنه. بچه‌ها هم خوب فوتبال کردن، اونا هم دستشون در نکنه. زمین چه من لیز بود الهی که هر کی این کارو کرده گردنش بشکنه. تماشاچی ها خوب فوش دادن، اینا دیگه فوق‌العاده دستشون در نکنه. و دروازه‌بان ما بیورزه بود، انشالله که بره زیر تریلی. ولی به هر حال فجر سپاسی به ذاتش همینه. شما نگاه کنید، استقلال 30 میلیارد خرج کرده، پرسپولیس 30 میلیارد خرج کرده، ولی خدا شاهده به جون بچم خدا وکیل من 30500 تومان خرج کردم. آقای پیروانی شما همش در طول بازی اعتراض داشتید نسبت به صحنه، میگفتی پنالتی، واقعا پنالتی بود یا نه؟ والا پنالتی بود یا نه بود خدا بهتر میدونه. ان شاءالله که برنامه 90 نشون میده این داور روسیا میشه. ولی شما نگاه کنید انصافا خدا شاهد خدا وکیل، بینی بین الله خدا وکیل، خدا پسر شاهده، محل قسم خوردن نیستم خدا وکیل. ولی خدا وکیل ما امروز مقابل پرسپولیس مظلوم بودیم. 3 تا بازیکن مصدوم داشتیم، 4 تا بازیکن مرحوم داشتیم، خدا بیامرزتشون ان شاء الله. 3-4 تا بازیکنامون دیشب عروسیشون بود و جمعی از بازیکنامون به خدا برای اولین بار بود میدون آزادی به چشم میدیدن. با این شرایط اومدیم بازی کردیم و من بچه‌ام راضی‌ام. در خدمت جناب علی پروین هستیم، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس. آقای پروین خسته نباشید. آقا به نظر شما پرسپولیس به مرز آمادگی رسیده یا نه؟ والا ماشاءالله ماشاءالله الان بچه‌ها 70% آمادن، یه 40% دیگه مونده 100%ش ان شاءالله. بهشون هم گفتم آقا بازی لیگ سیتاست، 28 شبه بازی فده سرتون 2 تا استقلال بزنه قهرمانید آقا. خب خیلی ممنون. بیشک این دو مربی از بهترین مربی لیگی ما هستن. آقای پیروانی که به خصوص واقعا فوتبال شیراز رو اصلا متحول کردن و علی پروین هم خوب کارنامه بسیار درخشانی داره. اما که همکارمون در بخش بعدی پیام بازرگانی آماده کردن، با هم این بخش رو ببینیم. باز با مهمون تلفنی برنامه در خدمتتون خواهیم بود. هرچیگولا دلچسب و گوارا. این هنر خط ایرانی است، هنر خط نسلیق. اما در بخش بعدی برنامه همونطور که بهتون وعده داده بودیم مهمون تلفن شب ما کسی نیست جز آقای علی دایی که پشت خط هستن. میخوام که برامون 3 هفته پیش دیدار تیم پرسپولیس و با اتفاقاتی که در اون بازی رخ داد و هم صحبتی رو داشته باشیم. آقای دایی صدا من شامل شبتون بخیر. آقا صدا من شامل شبتون. آقا صدا من شامل. آقا دایی صدا من میاد. آقا صدا من صحبته برقرار شد. آقا شهرتون بخیر. عزیزان سلام دارم خدمت تمامی بینندگان بسیار خوب برنامه 90 در خدمت شما هستم. بفرمایید. ببخشید دادید بعد موقع ما تو شده خوابیده بودید. آقا به شما تلبتی داره داد.
خیلی عذر میخوام، مگه من تو زندگی شما دخالت بود. آقا چقدر زود عصبانی میشید؟ ما خواهد که برامون 3 هفته پیش دیدار تیمای پرسپولیس از سایپا و اون ضربه سر برشندان شما به صورت 6 روزه زدید. همه کارشناسای داوری گفتن علی دایی باید از زمین اخراج میشده، ولی اینجوری نشد. کلا به نظر این حرکت خیلی قشنگ از شما بعید بود. دایی قبول دارید؟ آره فضل، خیلی عذر میخوام، خیلی ببخشید. شما فیلم بازی رو بازبینی کنید، از اول بازی تا آخر بازی آقا دایی اومده داره پیلن منو میکشه. میگم داداش قربونت برم، هم قد منی هم وزن منی، یک افکلگی بخوابونم تو طولته داره فوز میده توپت میگه. ضمن من به صورت آقای دایی اصلا ضربه نزدم. چطوری میگه ضربه دادن؟ حداقل 60 نفر دیگه که ضربه زدی مطمئنم هم میگه که شما باید اخراج میشدی. فضل بود داداش، من ضربه نزدم، من با کلم ایشون هدایت کردم. آقا خوب اگه اینجوری باشه زیدان رو برگردون که تو جام جهانی با کلم متوازی رو هدایت کردم، این یکی یه حرفی میزنه اون یکی هر کی برای خودش حرف میزنه. قبول دارید؟ فضل بود خیلی عذر میخوام، خیلی ببخشید. همه این بدبختا دیل سر شماست. برگشتی گفتی تو جام جهانی زیدان با کله زده تو طولت ماتلادی همه تقصیر علی دایی بوده. من گفتم تقصیر علی دایی بوده؟ حالا قسم بخورم این حرف رو نزدم. فضل بود داداش قسم نخور، مرد باش پاشم واسه نشون به این نشون گفتی تو بازی زیدان بغلت ماترالی لشل ماترالی در گوشی بهش گفته علی دایی اینم خوابونده تو طولت. درسته آقا؟